ببینید تعمیرکار چه بلایی سر این موتورخونه. می‌خوایم امروز یک مشعل موتورخونه رو سرویس و رفع ایراد کنیم. مشعل موتورخونه‌مون به سختی شعله رو تشکیل میداد، ولی حدود 20 ثانیه پس از تشکیل شعله رله قرمز میکرد. به خواسته مالک یک سرویس 0 تا 100 هم براشون انجام دادیم. تا اینجای کار ایراد میتونست از ارت و همین قطعه میلیونیزاسیون باشه. ارت دستگاهمون که متصل بود، پس میریم سراغ تعویض میلیون. این قطعه از نظر ظاهر شاید باریک و ساده به نظر بیاد، ولی قلب ایمنی مشعل‌های گازسوزه که پایدار بودن شعله رو با جریان میکروآمپری که به رله فرمان میرسونه گزارش میده. همونطور که در پست‌های قبل هم گفتیم، پایه شماره 8 و 9 به ترتیب فاز و نول دست که برای عملکرد بهتر رله باید ترتیب درست باشه. با مشاهده وضعیت قطع و وصل در جرقه زنی، خرابی ترانس جرقه هم مشهود شد که این خرابی ترانس میتونست باعث مبهوت شدن گاز و انفجار درون دیگ بشه که به گفته مالک این اتفاق درون دیگ اونها